شهر غازیانتپه ترکیه اینجا ماه فوریه سال جاری شاهد زمین‌لرزه شدید شد و صدها بنا خراب گردیده ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. هنوز هم آثار زلزله پوره از بین نرفته است. آنهایی هم که خانه‌هایشان را از دست دادند و جان به سلامت بردند، آن روزهای دهشتناک را فراموش نکردند. سرویناز تاجیک مقیم غازیانتپه ترکیه است. او 7 سال اخیر همراه با خانواده‌اش اینجا زندگی می‌کند. میگوید از زمین لرزه نجات یافت، ولی بینایی که او آنجا زندگی میکرد ولنگار شد و بعداً آن را پوره تخریب کردند. او هرگاهی از این خیابان در شهر غازیانتپه میگذرد و تخریب بیناهای خطرناک برای زندگی را میبیند، آن روز شوم زمین لرزه دیگر باره مثل فیلمی از پیش چشمانش میگذرد. همین یامو بود یا یکنی مداجن نبود گذشتگیان. کودکی مایده دادستم با یا بچم هسته دوتا کودکتی شوهرم کجا گرفتن من ندونسته میسو. خیلی کم باز شده همو وقت خونه نغلطید خدا بشکر. نکت بسیاری با ترسیدم روزایی که فراموش نمیکنم تماما میسو. یا من تمامی مردم ترکیه تمامی مثال آدمایی که در همینجا زندگی کردن یا همین زمین لرزه را نزدیک زندگی کردن با فکر من هیچ کار فراموش نمیکنه. زلزله شدید در ترکیه صبح 6 فوریه باعث مرگ بیش از 40,000 نفر شد. با گفته مقامات این کشور هزارها تن دیگر مجروح شده یا زیر ویرانه ها ماندند. سازمان ملل متحد گفت این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در دو کشور ترکیه و سوریه تاثیر رساند. آنهایی هم که مثل سرویناز اوزکوچک زنده ماندند از آن روزها خاطره های تلخی دارند. 3 روز همونجا زندگی کردیم در درون ماشین. بعدی 3 روز مسجد رفتیم. در مسجد 12 روز یا 10 روز همین زندگی کردیم. کودکی مایده قطع هوا خنک بود داخل بیرونده. مسجد جای ناز بود. دولت یاردم کرد. دولت همه چی آوردک، بولیشت باشه، ادیول باشه، همه چی آوردک. در یک روز مثلا 3 بار 4 بار اوقات گرمی آوردک. نگاه میکرد دولت یگان چی کم بودی نبود. غازیانتپه 2 میلیون اهالی دارد و در زمین لرزه خساراتی زیادی دید. تاجیکان در این شهری هم مرز با سوریه زیاد نیستند. قبلا گفته میشد ده‌ها شهروند تاجیکستان از اینجا به سوریه رفتند تا عضو داعش شوند. در این شهر حالا تخریب بیناهایی که زندگی در آنها ناممکن شده است ادامه دارد. تخریب بیناهای کارناشایم در این شهر را شرکت برادران انجام می‌دهد. جمعه اوکولاک رهبر آن به رادیو آزادی گفت بیشتر از 400 بینای نیم ویرانه را تخریب کرده از زیر خرابه‌ها ده‌ها جسد را هم بیرون آوردند. ما در مرکز شهر کار میکردیم. اونجا دوام یک هفته در کارهای نجات‌دهی شرکت کردیم. چند نفر از کارمندانمون بیش از 25-26 نفر را زنده نجات دادیم. 5 عدد کران داریم. ما در چند نقطه کار میکنیم، از جمله در منطقه عسکری. تونها اوزکوچک یکی از نفرانی بود که آن شب و روز بسیاری ها به کمکش نیاز داشتند. او ختم کرده کالج طبی است ولی بعد ختم آن جای کار نمیکرد. میگوید وقتی زخمیان در پی زمین لرزه هر لحظه در بیمارستان ها زیاد می شدند، او به حیث اختیاری به کمک آنها رفت. با نقل تونها او در یک بیمارستان به طبیبان کمک میکرد. وقتی به بیمارستان آدمان زیادی را که از زمین لرزه ضرر دیده بودند می آوردند، به آنها کمک اولیه می رساندم. وقتی یک زخمی را آوردند خواستم فشار خونش را بینم، اما او دست نداشت. این بسیار دهشت بود. حالا با گذشت چند ماه مردم شهر دیگر باره به زندگی معمولی برمیگردند و سرویناز و خانواده‌اش مثل ساکنان دیگر امید دارند که حکومت ترکیه برای بنیاد منزل‌های تخریب شدهشان کمک میکند. پرزیدنت اردوغان به این مسئله دقت خاص میداد، ولی پس از پیروزیش در انتخابات این توجه تا رفت کمرنگتر می شود.